خب سلام 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 مجدد به همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. باز هم کلاسی لایو یه سورپرایز دیگه براتون داره و اون هم جمع‌بندی کتاب فیزیک 2 مخصوص بچهای ریاضی که فردا امتحان دارن. خب ما قراره در طی 2 ساعت شما رو برای امتحان فردا آماده کنیم و سعیمون این هست هر آنچه که برای آزمون فردا نیاز دارید و توی این 2 ساعت در اختیار شما قرار بدیم. البته که حتما شما باید کتاب درسی رو بخونی، مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی رو حتما بررسی کنی و از تمرینات پایان فصل هم غافل نشی. خب بنده ملکی هستم و امیدوارم که از این 2 ساعتی که با هم هستیم لذت ببرید. خب ما کلاسمون رو به 2 بخش تقسیم میکنیم. بخش اول مروری بر فرمول‌ها و نکات مهم کتاب درسیه. اینجا فرمول‌ها رو فصل به فصل برای شما طبقه بندی کردیم، دونه دونه بررسیش میکنیم، روش حل مسئله به شما میآموزیم و بعد از اون که کل فرمول‌ها رو با هم بررسی کردیم میریم و یک سری سوال امتحانی رو با هم بررسی میکنیم که انشاءالله برای امتحان فردا آماده بشی. البته برای 20 گرفتن لازمه که شما یک تلاش مضاعفی داشته باشی. گفتم متن کتاب، خط به خط کتاب، تمرین‌های کتاب، سوال‌های کتاب، همه رو باید بلد باشی. خیلی خوب. امتحان نهایی هم بچه‌ها خارج از کتاب درسی نیست، یعنی دنبال نکات تستی و نکات فراتر و این داستانا اصلا نباشید. خب بریم سراغ فصل اول، الکتریسیته ساکن. توی فصل اول اولین رابطه‌ای که ما باهاش روبرو میشیم Q برابر است با NE. خب Q چیه بچه‌ها؟ بار الکتریکیه. واحدش چیه؟ کولونه. N تعداد الکترون مبادله شده است. 20 تا 30 تا 2000 تا 100,000 تا فرقی نداره. و E اندازه بار یک الکترونه که خب بهش بار بنیادی یا بار پایه هم میگیم که میدونیم این E برابر با 1.6 در 10 به توان منفی 19 کولون که نیازی نیست حفظ کنیم، هرچند عدد خیلی آشنا و پرتکراریه، توی سوالات به همون میدن. یه نکته همین ابتدا این قرار رو با هم دیگه بذاریم. این قراره چیه؟ ببینید بچه‌ها خیلی از روابط ما مثبت و منفی داره. خب میدونیم اگر یه جسمی الکترون بگیره یعنی بارش داره منفی میشه، اگر الکترون از دست بده بارش داره مثبت میشه. اما من میتونم روابطم رو به صورت قدر مطلقی بنویسم و در نهایت مثبت و منفی بودنش رو از مفهوم پیدا کنم. یه توضیح کوچولو هم مینویسم و مثبت و منفی رو مشخص میکنم. خیلی وقتا همین توضیح کوچولو توی امتحان چی داره؟ بارم داره. پس بار الکتریکی Q برابر است با NE. دومین رابطه ای که توی این فصل باهاش آشنا شدیم نیروی الکتریکیه. یعنی 2 تا ذره باردار داریم، در یک فاصله مشخصی از هم قرار دارن. خب اینا به هم نیرو وارد میکنن. میدونیم همنام باشن مثبت و مثبت، منفی و منفی همدیگر رو دفع میکنن و ناهمنام باشن همدیگر رو جذب میکنن. پس میگم F برابر است با K قدر یا قدر مطلق Q1 در قدر مطلق Q2 بر روی R2. حواست باشه یه وقتایی روی این علامت قدر مطلق خیلی حساسن و حتما باید این علامت رو بذاری. K هم که یه عدد ثابته، 9 در 10 به توان 9 که اینجا 9ش نیفتاده. خب میدونیم Q قسمت قبلی گفتیم واحدش چیه؟ کولونه. پس اگر یه واحدهایی مثل میکروکولون، نانوکولون و پیکوکولون بود باید چیکار کنی؟ تبدیل واحد کنی. اگر میکرو رو دیدی به جاش 10 به توان منفی 6 میذاری. اگر نانو رو دیدی به جاش 10 به توان منفی 9 میذاری و اگر پیکو رو دیدی 10 به توان منفی 12. میلی هم هست دیگه، 10 به توان منفی 3. R
فاصله این دوتا بار از همدیگه که خب قاعدتاً باید یکای SI یعنی متر باشه. پس اگر سانتی متر بود ما میدونیم برای تبدیل سانتی متر به متر باید چی کار کنیم؟ خب سانتی رو بر میداری، سانتی 10 به توان منفی 2 دیگه، به جاش میذاری 10 به توان منفی 2 متر. و اگر سانتی متر مربع بود حواست باشه این مربع برای جفتشه، یعنی سانتی متر مربع برابر با 10 به توان منفی 4 متر مربع. این تبدیل سانتی مربع به متر مربع هم خیلی استفاده میشه. اف هم که سالیان سال دارید میخونید نیوتونه. بریم سراغ میدان الکتریکی. میدونیم هر ذره باردار اطرافش خاصیتی وجود داره به نام میدان الکتریکی. شما خطوط میدان رو حتما باید بلد باشی. ویژگی های خطوط میدان من جمله این که خطوط میدان از بار مثبت خارج، یعنی اگر یه جسمی داشته باشم بارش مثبت باشه خطوط میدان از اون خارج و به ذره باردار با بار منفی وارد میشه، همانطور که توی مغناطیس از N خارج و به S وارد میشد. خب میدونیم تراکم خطوط اونجایی که بار بیشتره بیشتر خواهد بود. پس اگر دو تا بار ذره‌ای دارم، حالا مثبت منفی فرقی نداره، خب یکیش مثلا اندازه بارش 2 برابر اون یکی بود، حتما بچه‌ها تراکم خطوط میدان اونجایی که اندازه بار بزرگتره باید بیشتر باشه. خب رابطه میدان چیه؟ رابطه ابتدایی میگیم E برابر است با F بر روی Q، ولی خیلی از این رابطه استفاده نمی کنیم. این رابطه صرفاً به درد این میخوره که ما واحد میدان الکتریکی رو بدونیم. خب F بر حسب نیوتن، Q بر حسب کولون، که اینجا Q هم میدونیم Q صفره دیگه، بار آزمون یه بار مثبت کوچولو. میگه یه بار مثبت کوچولو بودی ستاره شدی ولی اینو اگه طرف این وسط این کنیم F برابر است با EQ خیلی استفاده میشه. ما یه ذره باردار داریم که در اون یک میدان الکتریکی قرار گرفته، قراره به اون ذره باردار یه نیروی وارد بشه. نیروی رو چجوری پیدا کنم؟ از F برابر است با EQ، واحداش هم که قبلا گفتیم. و اگر اندازه خود میدان الکتریکی رو خواستم پیدا کنم، مثلا 3 تا ذره باردار دارم مثبت منفی منفی، میگه که میدان خالص مثلا تو این نقطه رو پیدا کنید. 3 بار حتما این رابطه رو مینویسی، E1 E2 و E3 رو پیدا میکنی و در نهایت از اون 3 تا میدان برآیند میگیری. برای F هم طبیعتا این داستان رو داشتیم. یه نکته راجع به نیرو هم همینجا بگیم بچه‌ها. اگر بذار من رنگو عوض کنم، اگر 2 تا ذره باردار داشته باشم مثلا مثبت و مثبت، یعنی همنام باشن، میگه بار سوم رو یا حتی کدوم نقطه رو انتخاب کنیم که میدان خالص تو اون نقطه 0 بشه. وقتی 2 تا بار همنام دارم قاعدتاً بین اون 2 بار روی خط واصلشون و نزدیک به بار کوچکتر، مثلا این کیوه این 2 کیوه، نزدیک به بار کوچکتر کیو. و اگر ناهمنام بودن بازم روی خط واصل، بازم نزدیک به بار کوچکتر، ولی این دفعه خارج از فاصله بینشون میشه، یعنی 2 طرف بیرون تشکیل میشه نه دیگه بینشون. خب این هم از این رابطه. پس E برابر شد با K Q بر روی R2. Q هم اون ذره‌ایه که ما میخوایم میدانش رو پیدا کنیم. خب فصل اول همچنان فرمول داره بچه‌ها، ماشاءالله فصل اول خیلی فرمول داره، چون زمان زیادی هم ازش گذشته. حتما فرمولا رو کار کنید. 2 تا واژه خیلی مهم که احتمال خیلی زیاد فردا میبینیمشون، مثل همون میدانی که صفحه پیش داشتیم، انرژی پتانسیل الکتریکی، خود پتانسیل الکتریکی یا اختلاف پتانسیل الکتریکی. ما تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی رو با دلتا یو و اختلاف پتانسیل رو با دلتا وی نشون میدیم. خب یه رابطه دارم، میگم دلتا یو برابر با منفی دبلیو ای، یعنی منفی کار نیروی الکتریکی، که برابر با منفی قدر مطلق کیو ای دی کوسینوس تتاه. کیو بار الکتریکی مونه، دی فاصله
حواسمون هست دیگه اینا همه واحد SI باشن، یعنی دی بر حسب متر باشه. خب اون تتا هم زاویه بین ای و دیه، کیوی که طبیعتا نمیتونه زاویه بسازه، یعنی زاویه بین میدان و جابجایی ما. اما دلتا وی اختلاف پتانسیل یا وی دو منهای وی یک می شود دلتا یو به کیو، یعنی تغییرات انرژی پتانسیل تقسیم بر کیو. استاد بالاتر گفتی دلتا یو میشه منفی قدر مطلق کیو ای دی کوسینوس تتا، میتونم اونو جایگذاری کنم؟ بله، چرا که نه؟ همینو جایگذاری میکنی، سادش کنی، با زاویه کاری نداشته باشی، یعنی اینا هم راستا حرکت کنن، قدر مطلق دلتا وی میشه ای دی که از این رابطه خیلی باید استفاده کنی، خیلی رابطه پرتکراریه. خب بچه این قسمت واقعا قسمتیه که سوتی توش زیاد میدید دیگه، رابطه یادتون میره، ویدیو منهای وی رو میخوای حساب کنی، حواست به مثبت و منفی ها نیست، حواست نیست که اگر یه میدانی داشته باشی، به طور مثال میدان الکتریکیت به سمت راست باشه، چه سناریویی داره اینجا اتفاق میفته. بریم اینو با هم بررسی کنیم. بچه‌ها هر جا میدان دیدید میدونیم که خطوط میدان از بار مثبت خارج و به بار منفی وارد میشه. این خیلی کمکت میکنه. حالا اگه ذره‌ای داشته باشی، ذره به طور مثال مثبت باشه، خب این مثبت اگر به طرف منفی یعنی در جهت خطوط میدان حرکت کنه، انرژی پتانسیلش کم میشه. یه نشونم میذاریم دیگه، میگیم اینو اگر ولش کنیم تو میدان خودش بره، طبیعتا انرژیشو داره مصرف میکنه دیگه، انرژیش کم میشه. اگه ما به زور ببریمش، عین فنر فشردش کنیم، انرژی پتانسیلش زیاد میشه. پس اگر مثبت ولش کنی میره سمت منفی و انرژی پتانسیلش کم میشه، و اگر به زور سعی کنی بیاریش به همون مثبته، یعنی خلاف جهت میدان حرکتش بدی، انرژی پتانسیلش زیاد میشه. برای منفی چطور؟ خب طبیعتا منفی برعکس دیگه، منفی میخواد از صفحه منفی فرار کنه و به طرف صفحه مثبت بره، پس رهاش کنی خودش برعکس خطوط میدان میاد. اوکی؟ پس اگه خودش بیاد انرژی پتانسیلش کم میشه. اگر نه، منفی رو در جهت میدان به سمت صفحه منفی نزدیکش کنی که به زور باید این کارو کنی، عین یه فنر فشرده میشه، طبیعتا انرژی پتانسیلش افزایش پیدا میکنه. اما اختلاف پتانسیل ها چطور بود؟ کاری ندارم که بارم مثبت یا منفی، کلاً در جهت میدان حرکت کنم، اختلاف پتانسیل کم میشه، یا خود پتانسیل الکتریکی، با اختلافش که کار نداریم، بین دو نقطه است. خود پتانسیل الکتریکی در جهت میدان حرکت کنی کم میشه، خلاف جهت میدان حرکت کنی زیاد میشه. یعنی به طور کلی چه منفی باشه چه مثبت، به صفحه مثبت که نزدیک بشم، پتانسیل الکتریکی نه انرژی پتانسیل، واحدش ولته، افزایش پیدا میکنه. خب بریم سراغ رابطه بعدی، چگالی سطحی بار، که خب فقط بچه ریاضی این رابطه رو دارید. میگیم سیگما برابر است با کیو تقسیم بر آ، واحدش هم که مشخصه دیگه، کیو کولون و آ مساحت ما طبیعتاً بر حسب متر مربع. پس چگالی سطحی بار میشه کولون بر متر مربع. خب بچه در ادامه چطور هم باز میکنم که یه گفتگویی هم انشالله با هم دیگه داشته باشیم. بریم سراغ خازن و دیگه پرونده فصل اول رو ببندیم. 99% شما فردا سوال از خازن خواهی داشت. سوالم عموماً به چه شکلیه؟ اینی که میگه مثلا با اضافه کردن یک دی‌الکتریک ظرفیت خازن چه تغییری میکنه، یا با تغییر فاصله ظرفیت چه تغییری میکنه، کیو چه تغییری میکنه، وی چه تغییری میکنه، انرژیش چه تغییری میکنه. عموماً به این شکل سوال خواهید داشت. حالا بریم بررسیش کنیم. ظرفیت خازن دو تا فرمول داره، کیو ویوم کاپا اپسیلون صفر آدیوم، که این کیو ویومه یک نسبت ثابتیه بچه ها.
یعنی تغییر نمیکنه. پس من از دلتا کیو به دلتا وی هم میتونم استفاده کنم. مثلا میگه که بار در واقع یک صفحه خازن رو 2 میکروکولون افزایش دادیم، ولتاژش هم 1 ولت زیاد شده، ظرفیتش چقدره؟ خب همونو تقسیم کن. پس از رابطه C برابر است با دلتا کیو بر روی دلتا وی هم میتونم استفاده کنم. ولی اون چیزی که ظرفیت خازن رو تغییر میده تغییرات در شکل ظاهریشه. یعنی شما ولتاژ رو ببری بالا، خب کیو هم میره بالا، ظرفیت خازن که تغییر نمیکنه. اما تغییر در شکل ظاهریش اضافه یا کم کردن دی‌الکتریک، کاهش یا افزایش مساحت صفحه های خازن، تغییر فاصله بین 2 تا صفحه خازن که این خیلی انجام میشه، ظرفیت خازن رو میتونه تغییر بده. پس این رابطه هم خیلی استفاده میشه. ظرفیت خازن هم که بر اساس فاراده، ولی فاراد خیلی واحد بزرگیه. معمولا شما میکروفاراد میبینی. میکرو هم که دیگه در واقع گفتیم 10 به توان منفی 6. حالا انرژی ذخیره شده بر خازن از چه رابطه‌ای به دست میاد؟ اولا همشون یه دوم دارن، یه دوم کیووی، یه دوم CV2، یه دوم کیو2 سیوم. خب این رابطه خودتون دیدید دیگه، خیلی حیاتیه، خیلی تکرار میشه. کیو بار، وی ولتاژ، سی هم ظرفیت. استاد فرقی نداره از کدوم رابطه استفاده کنیم؟ چرا؟ فرق داره. شما وقتی داری که خازنتو تغییر میدی، میخوای نسبت بگیری، ببینی انرژیش زیاد شده، انرژیش کم شده، بگرد دنبال مؤلفه ثابت. ما میدونیم تا زمانی که خازن ما به باتری وصله، ولتاژش ثابته، V ثابت و Q میتونه تغییر کنه. پس تا زمانی که خازن به باتری وصله، شما هر کاری که بکنی، دی الکتریک اضافه کنی، دی الکتریکشو ورداری، فاصلهش رو کم و زیاد کنی، ولتاژ خازن ثابته. پس من توی این حالت ترجیح میدم از رابطه 1 و 2 استفاده کنم که داخلش V داره، چون وقتی میخوام نسبت بگیرم V ثابته، خط میخوره، متناسب با Q، متناسب با C. اما اگر خازن شما درون مدار قرار بگیره، شارژ بشه و در نهایت از باتری جدا بشه، میگم جدا از باتری باشه، تو این حالت چی ثابته؟ بگو بابا. Q ثابته و ولتاژ میتونه تغییر کنه که من اون موقع ترجیح میدم از رابطه ای استفاده کنم که Q داشته باشه و ترجیحاً میام از دومی استفاده میکنم، چون خیلی اوقات قرار ظرفیت تغییر کنه، Q ثابت باشه، من نسبت ظرفیت رو ببرم و استفاده کنم. اینم شد خازن. اگرم توان خواستن که خب ما فرمول توان رو از قبل بلدیم دیگه، انرژی مصرف شده تقسیم بر زمان، کار انجام شده تقسیم بر زمان، این همون توان متوسط ماه. خیلی خوب.